خدایا توفیق بده به ما که ماه مبارک رمضان را دریابیم. خدایا ما را زنده نگهدار و افتخار روزه عطا بفرما. خدایا توفیق بده در ماه مبارک رمضان شب زنده دار باشیم و نماز شب بخوانیم. خدایا توفیق بده ما را یاری کن که از شکر گزارانت باشیم. خدایا توفیق بده تا بتوانیم انسانهای صالح باشیم، انسانهایی باشیم که تو را دوست دارند. خدایا اغنیا را توفیق بده که اهل انفاق باشند. خدایا متعلمان و طلاب اهل علم را توفیق بده که عالم شوند. خدایا عالمان را توفیق بده که اهل عمل صالح گردند. خدایا عاملان به عمل صالح توفیق بده که اهل دعوت به اسلام گردند. بار الها مستمندان ما را بی نیاز بفرما. بار الها بیماران ما را شفا عطا بفرما. بار الها مردگان را مغفرت نصیب بگردان. خدایا امت اسلام را یک دل و یک پارچه بگردان.